نگاه کل کشاورزا به یه دستگاه خیره میشه و همه جا ازش صحبت میکنن. دستگاهی که کشاورزا بهش انقلاب در صنعت کشاورزی میگن که در مسیر آب نصب میشه. حالا چرا توجه کشاورزا به این دستگاه خارق‌العاده جلب شده؟ این افراد متوجه شدن که با استفاده از این دستگاه مصرف آب آبیاری تا 30% و مصرف کود تا 50% کاهش پیدا میکنه و محصولات کشاورزیشون تا 20 روز زودرس شده. از همه مهمترین که با عبور آب شور از این دستگاه از نوع آب به دست آمده برای آبیاری محصولات استفاده میکنن و نتایج شگرفی به دست آوردن. اینجا بود که دستگاه آب پردازش شده پاک آب کنترل باعث انقلاب در صنعت کشاورزی شد. شرکت پاک آب کنترل